سلام به همه، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. یه مطلب مهمی که هست تو این فصل علف‌های هرزیه که جلوی کندو در میاد. ما به علت یکم مشغله کاری زیادی که داشتیم وقت نکردیم سر کندوها بیایم و علف جلو در کندوها پشت. اگه دقت کنید زنبورا نمیتونن به سادگی وارد کندو شن. این خیلی بده. حتما این علف‌ها رو باید بگیرین و تو این فصل به کنه باید دقت کنین. میزان تخم‌ریزی زنبورتون رو باید اندازه بگیرین که چقدره. چرا اگه تخم‌ریزی خیلی کم باشه امکان داره کنه تو کندو بوده باشه که زنبور تخم نمیریزه. یکی از نشانه‌های کنه تو این فصل همینه. یعنی اگه فشار کنه کندو بالا باشه ملکات تخم‌ریزی رو معمولا قطع میکنن. حالا جدا از اینکه یه استراحتی بعضی نژادها دارن مثل عمده ملکای کارنیکا تخم‌ریزیشون تو این فصل کم یا قطع میکنن. واسه من همیشه اتفاق میفته و چیز عادیه. اما گاهی در نژادهای دورگه یا نژادهای دیگه قطع تخم‌ریزی به منزله امکان داره کنه هم باشه و یا منبع شهدگردتون قطع شده یا ضعیف شده.